السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند؟ گفتم پیغمبر خدا، من امروز ربیعه را یک سخنی گفتم ناخوش شد، میخواهم که یک جواب از او بگیرم تا که با یکدیگر برابر شویم روز قیامت بالای من یگان دعوایی نداشته باشد. ربیعه هم نزد پیغمبر دعوت شد. ربیعه گفت پیغمبر خدا، من منزلت ابوبکر میدانم. اگر آن سخن ابوبکر بر من گفت، من وی را به ابوبکر تکرار میکردم و ابوبکر از من ملال میشد، هر آینه محمد هم از من ملال میشد. اگر محمد از من ملال میشد، خدای محمد از من ملال میشد. از این خاطر آن سخنی که من به ابوبکر میگویم هر آینه ربیعه هلاک میشود. رسول اکرم چی گفتن؟ گفتن راست گفتی ربیعه، بلکه بگو که خدای تو ای ابوبکر تو را عفو کند. انا همین از جواب تو. چه عبادت های ایشان. حضرت زبیر خدا رحمت و مغفرتشان کند، شاگرد ابوبکر بودند، نماز را از ابوبکر یاد گرفتند. روزه میگه در خانه نماز میخواند. مقایسه کنین این تمثیل، این مثال هایی که من میارم به همین عمل های حاضرتان شما هم امت محمد هستین، برابر کنین. اگر شما امروز 10 نفر اگر آزار بتین، کسی از شما از اونها بخشش نمیطلبد، بلکه خرسند میشوید. لیکن ابوبکر دوید نزد پیغمبر خدا بخشش طلب کرده. امروز سالها 5 ساله ها با یکدیگر قاری هستیم، هر دو نمازخوان هستیم، هر دو در نماز جماعت هستیم. کجاست نشانه امتی؟ عبادت حضرت زبیر میگد نماز میخوان، و ناگاه از فرش خانه میگد یک مار بر زمین افتی، و فرزند زبیر میگد در پهلوش خواب بود، آمد میگد در همون میان کودک پیچید. مادرش زنی زبیر میگد دوید فرزند را از این ماری قتال خالی گردانید. داد و فریاد زدن همگی فرزندها. حضرت زبیر میگد وقتی که سلام داد و طرفی میگد همون عائله‌اش، گفت در حالت نماز چه غوغای در پهلوی من بود. عائله‌اش گفت خدا تو را رحمت کند، قریب بود که یک مار گفت فرزندی تو را به هلاکت برساند، تو در حالت نماز آیا ندیدی؟ گفت خدا تو را هم رحمت کند، وقتی من در نماز داخل می شوم، ای مادر فرزندی من در حالت خود نیستم دیگر. نماز وقتی من حالت من، حش من، خاطر من طرف فرزند شود، طرف آواز شما شود، پس این چگونه بین خدا و بین بنده راز می شود؟ این عبادت های اونها بود. این محبتی به پیغمبر خداست، این محبتی بر خداست. اینا باید همه ما و شما، این همه ما و شما باید که برای خودمان یک سرمشق تیار کنیم. الحال میخواهم خیلی یک وقتی کوتاه داریم، برای همین وقتی کوتاهمان خیلی سوالهای زیاد در پیش دارم که خیلی مهم هستند و این برادرای ما و شما سوال کردند. میخواهم همین جوابی سوالها را بر شما میگردانم و جمعه دیگر خدا خواسته باشد در باب حضرت امام ابو حنیفه و پیدایش او و علم او و پیروای او انشاءالله صحبت میکنیم.
زیرا چندین سوال ها و تکلیف ها در باب همین است که داملا در باب ابو حنیفه با ما صحبت کنیم که تا که هم پیشوای خودمانه، همین عالم برجسته را، همین مفسر و محدث ما بشناسیم که کیست، از کجاست. جمعه که سوال جواب داشتیم، در سوالی آمدیم که یک برادر سوال کرده بودند: السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی، از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت است قناعتمند می شویم. داملا، من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم داد. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چه هست و من چگونه رفتار کردم؟ خداوند در قرآن میگوید، یعنی یک برادر از یک برادر یاردم کرده است، یک رفیقش را، و بعد یاردم کردن باز منت گذاشته است، آزار داده است، یعنی پولی من بود و سومی من بود و من بر تو دادم و دیگر طریقهای منت کردن بالای این برادر روا دیده است و این آخر مجبور شده است که از کسی سوم بیابد آن مقداری که یاردم کرده بود و برده واپس در دست این رفیقش دهد. آیا این چی می شود؟ گفته در باب همین منت خداوند در قرآن میگوید: و ما یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. کدام از بندگان من اگر دست سخاوت دارند، دست یاری دارند، خوش به حالشان که روز قیامت از عذاب من نجات می‌یابند. کدام شما اگر دست جوانمردی دارین، دست سخیگی دارین، دست برادرتون گیرید، دست همسایتون گیرید، دست خواهر و مادر و پدرتون گیرید، انشاءالله خداوند به شما گفته ایستاده است: فاولئک هم المفلحون. این جماعه جوانمردها و این جماعت سخاوتمندها روز قیامت از عذاب خدا نجات می‌یابند. حضرت مولوی هم میگوید: به یک قول، به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. یک سومتی خداوند 700 سوم در نامه اعمال تو می نویسش. لیکن در قرآن سوره بقره خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله: ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. شما ای بندگان من وقتی که خیر میکنید، احسان میکنید، یاردم میکنید، بعد یاردم و بعد خیر و سخاوتتان چیکار کنید؟ منت نکنید و آزار ندهید کسی را. حضرت ابو ذر غفاری چی میگوید؟ میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفتند: ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا گفتند 3 طایفه هست که اونها از نظر رحمت خداوند روز قیامت محروم هستند. خداوند این 3 طایفه را عذاب میکند. خداوند به این 3 طایفه در روز قیامت سخن نمیگوید. قال 3 مرات. ابی ذر غفاری میگوید همین پیغمبر 3 بار گشته و برگشته گفتند. حضرت ابی ذر چی گفتند؟ خاب و خسروا. خار شد، ذلیل شد آن کسی که در این 3 طایفه داخل می شود. زیرا پیغمبر گشته و برگشته میگویند که این 3 طایفه در لعنت خدا گرفتار هستند، عذاب خدا در گرفتار هستند. اینا کی هستند؟ یکم المسبل. پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین ایزارش، پاچه بروکش از بجلک پاش پایان باشد، اگر همین بجول پای ما و شما نتابد، اینها را پیغمبر خدا گفتند یک طایفش انا همین است. برای چی در بعض نمازها
پاچه ها را قطع میکنند. مقصد از همین است. لیکن محدثان میگویند که اگر آدم پاچش اگرچه کشال هم که باشد، با همین پاچه کشالش تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد، باکی ندارد. دویم کی هست؟ والمنان. دویم گروهی که در عذاب خدا گرفتار هستند روز قیامت کسی هست که در صدقات دادگیش منت میکند که من پولی من بود که تو راحت کردی، پولی من نمیشد تو از این بحران نمی برآمدی، حیف شد که من همون پول بر تو دادم و دیگر منت هایی که میگذارند. سوم شاه حضرت چی گفتند؟ والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب. کدام آدمی که سوداگر است برای آنه که مالش سودا شود قسم دروغ میخورد، این هم در همین سه طایفه داخل می شود. دروغ قسم میخورد که همین مال ما بهترین مال است، در اصل بهترین مال نیست. مال من از تمام مال بازار فرق کننده است، قسم میخورد، لکن همچنان نیست. این هم در همین سه طایفه داخل می شود. حضرت جامی هم بسیار یک درباره منت کنا بسیار یک نظم شیرینی دارند. میگوید با دندان رخنه در پولاد کردن. ببین در پولاد دندان آدم نمیگذرد، لیکن همین با دندان در پولاد گرفتن من بر عهده میگیرم. گفتن با دندان رخنه در پولاد کردن، با ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، با پیلکی دیده آتش پاره چیدن، با فرقی سر نهادن 100 شتربار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بس بر جامع آسان تر نماید که باری منتی دونان کشیدن. حضرت گفتن این برای من آسان است، 100 شتربار بالای سر میکنم، از مشرق تا به مغرب میدوم، با دندانم در پولاد رخنه میکنم، با ناخونهام را در خارا میبرم، با آتشدان با سر میپرتام، با پیلکی همین چشمم آتش پاره میچینم، لکن بار منت دونان نمیکشم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس به ما فهمانده دهید که همه انسان ها به دوزخ برده میشوند یا نه؟ سوره مریم را ما خواندیم ولی آنقدر مضمون آن را نفهمیدیم. رحمت کلام. این برادر سوره مریم را خواندند، آیت 72 است که خداوند در سوره مریم چی میگوید؟ و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیه. خدا در این آیت کریمه وارد شدن دوزخ را نمیگوید. این برادر در اونجا فکر کرده است که تمام مردم وارد دوزخ میشن، بلکه خدا میگوید بر من یک امر حتمی هست که همه شما را از بالای پول صراط میگذرانم. تمام بندگان، خواه صالح و خواه غیر صالح، همه شما از بالای پول صراط میگذرید. پول صراط را پیغمبر خدا صفات کردند، لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه هایی هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لیکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا. لیکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پول صراط با آسانی میگذرند. لیکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پول صراط هر کدام ما و شما گذر میکنیم. خوش به حال همون بنده ای که پول صراط را به آسانی میگذرند. برای پول صراط گذشتن پیغمبر خدا گفتند کسانی هستند که تمام بدنشون روشنی میکند پیش را، کسانی هستند که نیمی بدنشون روشنی میکند پیش پاشون، کسانی هستند که حتی در همین نوک چلکهای پاشون کمی روشنی دارند که اینها خیلی آدم ها
آدم‌هایی بودند که عمل‌های کم داشتند. از این خاطر اینهاش گفت از پول صراط می‌غلطند. لیکن کسانی که تمام وجودشان نورانی است، آنها کسانی هستند که در همین مسجد ما و شما نشستند. کسانی هستند که محب جمعه هستند، محب 5 وقته هستند، محب خدا و پیغمبر هستند. اینها تمام بدنشان روشنی میکنند مثل همین چراغایی که در اطراف ما و شماست و با آسانی ان شاء الله از خدای خود باوری داریم و امید داریم که ما و شما گذر میکنیم. السلام علیکم ادام الله برادر عزیزم. اگر شما با آن کسی که با شما دشنام نویسانده بود روپرو شوید چی معامله میکنید؟ این سوال دو برادر یکی دادند. عجب رسمی است در این دار غدار. این دار غدار است. این دنیای ما زندگی میکنیم، این دار نامش غدار است، خیانت کننده است، بی وفاست. عجب رسمی است در این دار غدار که صد نااهل با اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زیسته باشد به عدوبه. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکر دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت جنونی ما را علیه نصیحت کردند. گفتند که حضرت هر مشقت و هر بلایی که به سر شما می آید و آینده هم آمدنی است، شما صبر کنید. هنوز این کاروان رفتند دو، هنوز این کلب ها دارند او. اینا او میکنند، اینها میجکند، لیکن ما دل شکسته نمیشویم. روحیه ما نمیشکند. باور کنیم به خدا قسم تا چند ما قوه میگیریم، خرسند میشیم که امروز بدگوها داریم، بدخواها داریم، حسدخورا داریم. شکر، هزارها شکر که ما به یک درجه رسیدیم که مردم حسد میبرند. بعض مردم بدخواه بیقرار شده است. خدا را شکر. امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، مفسر محدث، وقتی در یک معرکه یکی از آدمان حسن بصری یک مسئله را بیدار کردن، ابو حنیفه گفتن حسن بصری در همین مسئله خطا کرده است. اون کس به طرف ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن ای حرامی تو میدانی. صاحب کتاب میگوید ابو حنیفه چهرش تغییر نیافتن از گپ حرامی، حتی یگان جواب قبیح هم ندادند، بلکه صبر کردند. پیغمبر خدا بعد نماز عصر بود میگوید، بعد نماز عصر موعظه کرد بین صحابه ها. بین موعظه بود که خبر داد، الحال گفت از دروازه کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. همه نشسته بودن نگاه کردن، در آمد یک آدمی عادی اعرابی بود، نشست نماز خواند و رفت. فردا پیغمبر خدا باز موعظه کردند، باز گفتند الحال جنت مشتاق شخصی است که از زمین دروازه می درآید. باز همون مرد در آمد. باز سیوم روز همین تکرار شد. یکی از صحابای پیغمبر میگوید من هم مشتاق همون مرد شدم. گفتم این چی خاصیت داشته باشد، چی خصلت داشته باشد که پیغمبر 3 روز پیوسته وی را بشارتی به جنت دادند. از پسش رفتم نزد خانش و گفتم ای دوستی خدا، میخواهم همراه تو شب سپری کنم. مرحمت گفت. شب با او میگد همراه بودم، نماز زیاد نداشت، صدقات زیاد نداشت، مثل من نماز 5 وقته میخوند و میآمد در خانهش خواب میکرد. 3 روز همین حضرت را من پاییدم که عملی ای را بفهمم چه عمل باشد. چیزی یافت نکردم. بعدا مجبور شدم که پرسم چه عمل داری؟ گفت من یک عمل دارم. گفت اولا گفت چرا تا از من پرسان میکنی؟ گفت زیرا پیغمبر خدا 3 روز را بشارتی به جنت دادن.
گفت من یک عمل دارم که کسی علم دارد، کسی پول دارد، کسی عزت دارد، من حسد نمیخورم. من حسد نمیخورم که وای علم دارد، وای پول دارد، وای مال دارد، وای ماشین دارد، وای خانه دارد، من پروایی ندارم. شاید همین خصلت من خوب باشد و همین خصلت من و فعل من در خدای من خوش آمده باشد و مرا از اهل بهشت گردانده باشد. البته با بزم این دشنام ها باز چند حکومت بسیار است. امروزا ما را تا 3 بار حکومت فریاد میکنند و دیگر مذمت ها میکنند. از همه شما خواهش، پدرها و برادرای عزیز، همون کسانی بدگو را وقتی میابین بیارین نزد ما رو پرو کنین. با حرمت قرآن کریم ما از همه تهمت خالی هستیم. والله که ما از همه همین تهمت ها خالی هستیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما یک خواهش دارم که هر جا نکاحی که میکنید یا معرکه هایی که میروید درباره کیبانوگی زنها سخن گویید که امروز کلین داریم، آش را پخته نمیتواند، نان پخته نمیتواند. آیا سبب ویران شدن زندگی نمیشود؟ پیش از جواب این نزدیکی ما 4 روز در دوشنبه بودیم. 4 روز. همین 4 روز در یک روز تا 4 معرکه را ما را می بردن. 4 معرکه. تمام جوانهای دوشنبه، تمام جوانهای دنغره، تمام جوانهای غرم. داملا شما صحبت کنید ما گوش کنید. تمام آنها وقتی یکی به یکی میگه که همین بچه از کلاب است، باور کن من با افتخاری کلابی بسیار ترچید میکنم. وقتی میگه کلابی است باور کنین من قبط گوش میگیرم که نه به خاطر حاجگی، نه به خاطر همین علم کوچک، بلکه به خاطر کلابی که از کلاب است. این برادرم خیلی سوالی لازمی دادن و گفتن که درباره همین زنها، کیبانوگی زنها در نکاح و در معرکه ها صحبت کنیم که کلین آوردیم که آش و نان را پخته نمیتواند. در اصل سبب این موجود است، سرچشمش معلوم است. سرچشمه این درد از قرآن و از اسلام دور بودن پدر و مادر و فرزند هاست. امروز پدر و مادر 1 ماه فقط متریال، فقط جیل پوستک به همون عروس میخرد. 1 ماه کامل بود نمیکند. 1 ماه کامل. حاضر باز حساب بگیم ما داده شده است که ماشین های میدانی بلکه همون کانتینر های دراز پر میکنند و به خانه شهر روان میکنند. دختر مجبور میکند برای من یک تلویزور، یک ویدیو دوایکا، خب تمام مثال چیزهای طلایی، کرسلا با تمام قاعده‌اش، همه اینا تامین کن. پدر و مادر مجبور هستند تامین میکنند. لیکن تا امروز نشنیدیم که یگان عروس ما و شما در زیر کش یک قرآن گرفته خانه شوهرش رفته باشد. نشنیدیم، ندیدیم. در یگان قلین تا حال یگان عروس فرمایش یک قرآن نداده است. یک برادر گفت از پشت یک کسیت یک ارتیست نامش گرفت، از پشت یک کسیت گفت زن من طلاق دادیم. میگوید فلان کسیت را در خانه بیار، بعد تمام آواز میماند، بعد جارو با میگیرد خانه میروید. وقتی من قرآن میگذارم قرآن میکشد. اینا تعلیمی مثال دخترهای ما و شما، اینا تعلیمی بچه های ما و شما.
پس از کجا وای کی بانوگی را یاد میگیرد؟ نمیشود که هم پدر و مادر یک ماهی که بازار به بازار میگردد همان دستی دخترش گیرد نزد دیگ نزد تنور برد نشان دهد. امروز جمعیت پیش رفته است، باز پخت و پز شیرینی ها برآمده است، دخترها باید این یاد گیرند. البته سبب ویرانی زندگی می شود. حضرت فاطمه دختر پیغمبر خدا بودند، دوست داشته ترین دخترشان بودند. وقتی که با حضرت علی پیغمبر خدا وارد تزویج کردند، حضرت علی را تسلیمش کردند، فریاد زدند که ابوبکر نزد من فریاد کنید، عمر، عثمان، حضرت اسامه را گوید پیش من بیاید. وقتی آمدند حضرت گفتند که همین جا یک مقدار مال هست، جهاز حضرت فاطمه است، همین به خانه علی میبریم. گفتند میلش. چی بود؟ طاحونتون، یک آسیابی دستی داشت، جو میده میکرد با دستش. دختر پیغمبر خدا فاطمه دهرا، شفاعت کننده کل زنهای امت، یک آسیابی دستی، جلدن مطبوغن، یک جای نماز، وسادتون حشوها لیف، خدا رحمت شد، یک تکسری پختش از لیف بود، یک دانه تکسری، 40 کرته نه، 40 رویمال نه، 10 تن کرپه و کرپچه نه، بلکه یک تکسری لیفش از خرما بود. قرآن، یک قسم قرآن در زیر کشش، کوزن و قسعتن، یک کوزه طهارت داشتن، یک کاسه خوراخوری. وقتی میگه حضرت فاطمه را برآوردن که چهرهش تشبهش میگه مثل پیغمبر بود. وقتی از خانه برآوردن عروسه، یک رویمال پشمی میگه در بالای سر حضرت پرتافته بودند. صاحب درة الناصحین میگوید به خدا قسم میگوید در تاریخ خواندم که 12 پارگی داشته یک رویمالی که بالای فاطمه زهرا پرتافته شد. وای یک کم از بار نبردند، بلکه یک کم از عقل بردند، یک کم از فراست بردند. وای خدا ترسی داشتند. صاحب درة الناصحین میگوید که فاطمه با دستش آسیاب میگردانید، با زبانش قرآن میخواند، با دلش تفسیر میکرد، با پاهاش گاوره میجنبانید. امروز زنهای امت ببینید، زنهای ما و شما را تماشا کنید، کدام این به زبانش قرآن میخواند، کدام این خدمت شوهر کرده میتواند؟ هیچ کدامش. البته سبب ویرانی زندگی تمام فرزندای ما و شما می شود. بخواهیم که فرزندای ما و شما آرام زندگی کنند، دعای خوشتامن و خسر گیرند، دعای شوهر گیرند، باید تعلیم دهید در خانه، باید فراست نشان دهید، باید احترام نشان دهید، تا که شما در نزد همسایه شرمنده نشوید. درود و رحمت بر تو داملای شیرین سخن. اولا از شما بخشش و به این سوال جواب دهید. در ما مسلمانان یک خصلت است که اگر کمی بیماری سخت شود، در دروازه های خود لطه سرخ میبندند که گویا پی میبندند. و میخواهم داملای عزیز به این سوال من جواب پررد دهید. این چه خصلت دارد؟ ما و شما هر روز سوره فاتحه میخوانیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیت گوش کنین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد. مادام این آیت میخوانید، تو در نزد خدای خودت چی وعده داده ایستاده ای؟ ایاک نعبد، خدایا فقط تو را بندگی میکنم. و ایاک نستعین، خدایا در همه حالت فقط از تو یاردم طلب میکنم. از لطه طلب نمیکنم، از مزار طلب نمیکنم، از موره چشمی طلب نمیکنم، از خار و از نل طلب نمیکنم.
ایاک نستعین فقط از تو مدد طلب میکنم. تو سوره فاتحه میخوانی، پس تو دروغ میگویی. اینا از اسلام ما نیستند، اینا از اسلام ما و شما نیستند. چی لطب بستند، چی موره چشمی برای خود مرد یا که کودکش میگیرد، چی در مزارها لطب بستند، چی خارها را در نزد دروازه و دکاناتان کشال کردن شرمندگی است. در دکانهای بازار کلان دور میگردی، در بسیاری دکانها نل زدگی و خار زدگی. وای برکت ندارد، وای خار میشد او دکان، خارش که ماندی خار میشه. نل خودش چی قدر داره که بالای دروازش کرد، او قدر میداشت درونی لایه ها استفادهش میکردن. بس است، اینا یک سفسطه هستند، اینا را شما گناهگار میشین. کدامت اگر استفاده کنید، هر مشکلاتی که به شما میاد، چی بیماری است، چی مصیبت است، فقط از خدا طلب کنید. خدایا خودت حل کننده هستی، خودت به داد من میرسی، خودت فریاد رس هستی. بجز تو من از هیچ کس طلب ندارم. چرا حضرت ابراهیم در حالت مشکل ترین از جبرائیل ملائک مقرب حتی مدد طلب نکردند؟ گفتن آن ذاتی که تو را روان کرد وای مرا دیده ایستاده است، وای میبیند ابراهیم در کدام احوال است. من به تو هیچ احتیاجم ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول سلام رحمت به تو ای مرد خدا و عالم بزرگ. و این سوال من جواب دهید. اگر نماز بریده شود، نماز را از سر میخوانی و اصلاحش را به ما گویید. یعنی هر یک نمازی که اگر در بین شما یک سهو میکنین، غلط میکنین، در دل خودتان ناخوب میآید، گفتی همون